سلام. تعجب نکنید گرچه همه چیز قدری عجیبه و فرم و شکل این شماره چهارسو به کلی دگرگونه و سبک و سیاق و صورت و سیرت برنامه به طریق دیگری رفته. دلیلش هم ویژه برنامه است که برای یکی از هنرمندان پرقدر ایرانی ترتیب دادیم. هنرمند خستگی ناپذیر یادگار سالهای طلایی موسیقی ایران و از صداهای همیشه سبز تاریخ هنر ما. این برنامه شرح آثار و احوال بانو پرواست با حضور خودش و همراه با یک دل سیر گپ و گفت. لازمه که توضیح بدم ما این مصاحبه رو به دلیل ضیق وقت در 2 قسمت پخش خواهیم کرد. صدایی یادگار روزهایی که سرعت بر زندگیمان چیره نشده بود. روزگار داشتن نداشته ها. صدایی قوی و پراحساس با انتخاب ترانه هایی با زیباترین صور عاشقانه. پروا، صدایی بازمانده از زنان پیشکسوت تاریخ موسیقی ایران. پروا زاده سال 1328 در تهران است که عشق به موسیقی از همان نوجوانی تا همین امروز بر زندگیش دامن کشیده. 16 سال بیشتر نداشت که در کاخ جوانان تهران برنامه اجرا کرد و در 22 سالگی هم همکاریش با رادیو تلویزیون ملی ایران را به عنوان خواننده آغاز کرد. این شور و تلاش در 26 سالگیش با انتشار جنگی از ترانه‌های دلنشین و شاد به ثمر نشست. اما وقوع انقلاب 57 او را از ادامه فعالیت علنی باز داشت. عهد پروا اما با موسیقی پایدار ماند، چرا که به گواه خودش موسیقی چون جانی است در بدن او. ذکر چند و چونی این تلاش‌های بی‌آخر و این از پای ننشستن را از زبان خود این هنرمند خوش صدا با ما پی بگیرید. پیش از شروع گفتگو با این هنرمند خوش‌الحان، پای صحبت‌های علیرضا پورامید، شاعر و منتقد موسیقی می‌نشینیم که به ذکر آثار و احوال و خصایص این زن خستگی ناپذیر پرداخته است.
معمولا فرزند آخر خانواده رو بهش میگن اساره فضائل خانواده. در این روزگار تنها هنرمندی که از نسل خانم پرواینا فعالیت دارن، حالا من به هم نسلاشون اشاره نمی کنم، هر کدوم به دلیلی، به محضوریتی فعالیت هنری ندارن، اما تنها بانوی در این رده سنی با این سابقه و حسن سابقه البته خانم پروا هستن و این همینجور فرمودن بیش از نیم قرن فعالیت هنریه. یعنی چکیده خانواده بزرگ آواز بانوان هستن به نوعی که عرض کردم فرزند آخر خانواده. از این منظر چکیده فضائل و خصوصیات و هنرها و شایستگی های یک جامعه در حقیقت جمع میشه بر اون فردی که آخرین پرچمدار اون مجموعه است. اما شخص خود خانم پروا رو بخوایم اگه صحبت بکنیم، خب ایشون رو برخی از دوستان ما و اهل قلم صدای تهران نامیدن، برخی دیگه صدای حسرت نامیدن، برخی صدای ناکامی ها نامیدن. همه اینا درسته، اما همه اینا باز خانم پروا نمیشه. تک تک این صفاتی که دادن در جای خودش درست و معتبره، ولی جمع این صفاتی که جمع میزنی باز میبینی خانم پروا فراتر از این جمع این صفات هست. به چند تا نکتهش من اشاره میکنم. یکیش این که از همه مهمتر مقوله توقف ناپذیری ایشونه، یعنی آستانه اقناع و ارضا شدن در حوزه هنر و شهرت و سوت و کف و هورا و هیاهو در ایشون بسیار بلنده. به سرعت قانع نمیشه که اگر مثلا یک کلیپ ایشون یا یک فایل صوتی ایشونو مثلا 100,000 نفر 200,000 نفر دیدن، دیگه همون قناعت کنه و تا آخر عمرش رو همون باد، همون به اصطلاح ورزشکارا در باد همون حرکت کنه، یعنی پشت اون دیوار محصور بشه و متوقف بشه. چندی پیش بود، شاید 10 روز نمیشه، ایشون به من فرمودن که فلانی میخوام تازه فن بیان کار کنم. اینو از این منظر میگم که بی‌نیاز البته ایشون از این مقوله، اما جویایی و پویایی و اون چیزی که در علم ما بهش میگیم روحیه طلبگی و اینکه توقف ناپذیری، یعنی رهسپار باش، گفت چون روح رود جاری باش، رهسپار باش و جاری باش، در خاطره منشین یادگاری باش. همیشه ایشون در حوزه آموختن و آموزش و تعلیم و تعلم دائم داره همینجوری فعالیت میکنه. تدریس هم که میکنه، خب تدریس یه بخش عمده‌اش آدم از هنرجوهای خودش میآموزه و آموزه های قبلیش هم برای خودش باز تمرین میشه. این دائم به روز بودنشونه. نکته دیگه اون ارتقاییه که ایشون به لحاظ هنری و کیفی در هنر خودشون دادن. یعنی جالبه که یه کلیپی دیدم چندی پیش از کنسرت که ایشون در امریکا داشتن، مرحوم منوچهر سخایی اومد و به این نکته اشاره کردن. از اونجا خیلی توجه منو به این نکته معطوف کردن که ایشون از کجا شروع کردن و کماکان به خاطر همون روحیه پویایی و هنرجویی دائم در پی فتح سرزمین‌های جدیدتر و باز کردن دریچه‌های نوتر به سمت اون چشم‌اندازهای ارتقای فرهنگی. یه نکته دیگه ای هم که در وجود ایشون بسیار شاخصه، این سوختگی و خستگی صدای ایشونه. خستگی رو با بار اصلیش من مورد نظرم است. خسته به معنای زخمی، زخمی بودن صدای ایشونه. زخم چی؟ زخم سالها و دهه‌ها رنج و ناملایمات و نادرویشی هایی که در حقیقت بر هنرمندان جاریه، بر بانوان هنرمند به طریق اولا و به درجه مضاعف و چندگانه ای اعمال میشه. این زخمی بودنش به اصطلاح معطوف به اینه که هرمانها، حسرتها، ناکامیها. یاد یه سروده از مرحوم شاملو افتادم، گفت سرم را از پنجره بیرون کردم و به قدر تمام ناکامان زمین گریستم، آری من حرام شدم. توی کشوری که شاعران بسیار بزرگ و
ادیبان بسیار بزرگ حروم میشن، در حالی که بسیار جا داره که اینا نوبل ادبیات ببرن، اما به خاطر بافت زبان فرنگی و زبان فارسی و غربتی که داره و تعداد کمتری که به زبان فارسی تکلم میکنن غریب افتاده و الا به لحاظ سطح فرهنگی و شعری بسیار جا داره که ما شاعران ما نوبل ادبی و تا ما چندین برنده نوبل ادبیات می‌داشتیم، همچنین جایزه گرمی در موسیقی و دیگر جوایز. عرضمو حالا خلاصه کنم در مورد ایشون، فقط باز نشه مطلب و جمع‌آوری سخت میشه. نکته‌ای که ایشون اون سوختگی و خستگی که در صدای ایشون هست یه عنصر ویژه‌ایه، شاید در شروع کارشون اینو نداشتن به این شکل. این صدا قوام پیدا کرده با ناملایماتی که حالا بعد از پیروزی انقلاب به خاطر مسائل اقتصادی و مسائل دیگه و مصادره اموال و چه و بعد همینجور ناکامی و نامرادیایی که صرفا همش هم حکومتی نیست، بسیاری زایده اون جامعه مردسالاره و جامعه‌ای که به اصطلاح زن ستیزی درش هست و میاد جلوتر. خب مقولات فرهنگی در سیاست ما نقش داره، کار سیاسیون و تصمیم گیران فرهنگی ما در کار فرهنگی و افراد فرهنگی نقش داره و انگار ایشون یک تنه فریاد فروخفته و زخمی و هنجره، چون هنجره به تعبیر آوازخونا محل عبور عاطفه است، هنجره ایشون فریاد فروخفته یا به شهادت رسیده و ممنوع شده بسیاری از زنها و بانوانی که به ویژه در حوزه آواز، ولی خب حالا همه شاخه‌های هنری رو در بر میگیره. چون دیدم یکی دو تا لایو ورزشی هم شما داشتید، بانوان ورزشکار زیادی هم هستن که سر پای بسیار پله‌های هواپیما سفرشون کنسل شده یا مسابقاتی دادن منتخب شدن برای اعزام ولی اعزامشون لغو شده. انگار خانم پروا پرچمدار و مظلومیت و محجوریت اینا هم هست در صداش. و نکته آخرم که باز در ایشون خیلی مطالب هست که در مورد ایشون بگم و خصایل ایشون، اما اون فروتنی و تواضع و مهربانیه. یعنی تواضع فروتنی ایشون از مقوله شفقت، مشفق ایشون، یعنی مهربانیش تو هم با دلسوزیه. در سه تا پایه داریم، مثلا در اخلاق ما صداقت و شفقت و تواضع، ایشون دو تا پایه‌شو داره. صداقت هم از قبل داشته و به اصطلاح جاریه در ایشون، اما این دو تا صفت بارزه و تواضع میدونید خب بالاترین فضایل اخلاقی تواضع هست. در ایشون تواضع بسیاری هست و مهربانی و اتفاقا اگر شما تهران تشریف بیارید منزلشون برید می‌بینید که تمام همواره همیشه چندی از هنرمندان پروانه‌وار دور شمع وجود ایشون هستن. این مجموعه رو به نظرم میومد خلاصه بخوایم بکنیم، خصوصیات ایشون رو در این چند تا محور خلاصه میشه. سلام عرض میکنم خانم پروا، خیلی ممنونم که دعوت ما رو یک بار دیگه پذیرفتید و بعد از نزدیک به 6 سال باز هم فرصت و بخت همنشینی با خودتون رو نصیب ما کردید. برای شروع گفتگو و پیش از پرداختن به آثار احوال شخصی خودتون خواستم از شما خواهش کنم با توجه به سالیان مدید فعالیتتون در حوزه موسیقی و خسته نشدن در برابر محدودیت‌ها، نظرتون رو نسبت به نقش هنر و هنرمند در جامعه در مفهوم کلی کلمه بگید. منظورم به زنگاه‌های سیاسی و اجتماعی و تاریخی. خیلی ممنونم. اول اجازه بدید که من خدمت شما و علی جان عزیز سلام عرض بکنم و خدمت همه بینندگانمون، همه دستاندرکاران این رسانه که بسیار بسیار ارزش بالایی رو پلوی همه هنرمندان، همه شنوندگان و ملت ایران داره. من خیلی خیلی خوشحالم که بازم بعد از چندین سال با شما هم کارو هم یارم. خواهش میکنم، افتخار برای ما. خواهش میکنم. در خدمت جواب سوالتون که فرمودید که در حوزه هنر صحبت بکنم، صرف نظر از علایق شخصی و فردی من که برای خودم دارم، هر کسی به نظر من باید یه سنگ روی سنگ فرهنگ ایران بذاره و این دیوار رو روز به روز ارتقا بده و ارتفاعش رو بلندتر بکنه. و
اگر شاعر باشه با شعرش، موزیسین باشه با ساختن آثار قشنگ زیبا و خیلی جدی، خواننده ها با اجرای کارهای قابل ارزش و قابل انتقاد، قابل بررسی، و اینکه نوآوری، اگر که سخنران باشه واقعا باید در تحقیقش در فلسفه و نوآوری های ادبیات نقشی داشته باشه. به نظر من مملکت ما الان این چیزها رو بسیار کم داره، البته نظر شخصی منه، و باید این به وجود بیاد، اون ارتقا، اون بلند مرتبگی موسیقی ایران که واقعا چه هنرمندان درجه یکی داشتیم و اینها از یاد رفتن، چه کسانی که گوشه خونه ها نشستن مثل خود بنده. من عاشق موسیقی ام، ولی هیچ عرصه‌ای بر من وجود نداره. بنابراین من احساس میکنم که باید در خفا هم که شده این کارا رو ادامه بدیم. حالا من بسیار بسیار تعصب دارم روی این موضوع، ولی یه عده‌ای نشستن افسرده توی خونه و کاری انجام نمیدن. امیدوارم که خلاف این باشه. بله متوجهم. پس با این حساب میشه آثار شما، آثار ملی و میهنیتون که رنگ و بوی وطن دوستی و دلبستگی به خاک و میهن دارن رو در ادامه همین نگاهتون طبقه بندی کرد. منظورم آثاری مثل خلیج فارس و ریشه در خاکن. میشه که کمی از این آثار برامون بگید و از حال و هوایی که موقع اجرای این ترانه ها داشتید و دارید؟ بله لیلا جان، من باید به این مطلب اشاره بکنم که بیش از 50 سال کشور ما واقعا در مورد تهاجم و فشار هست. قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بالاتر از شاید 50 سال. بنابراین من فکر میکنم که اگر که من این کار خلیج فارس رو خوندم، انگیزه و دلیلم این بوده که یه مدتی سعی میکردم که خلیج فارس رو به عنوان خلیج عربی معرفی بکنم و این برای من بسیار بسیار دردآور بود و دنبال این میگشتم که یک سروده‌ای پیدا کنم، یک سوژه‌ای پیدا بکنم که روی اون موسیقی بذاریم و اجرا بکنیم و بالاخره جهد و کوشش بکنیم که اون موضوع عملی نشه، که خوشبختانه نشد. وقتی که ما خلیج فارس خوندیم، از اون بر خب هنرمندای دیگه هم خوندن، اجرا کردن. من رو تعصبی که روی خلیج فارس و مملکت هم داشتم و روی اون دردی که به دلم وارد شده بود و میخواستم برش دارم، این خلیج فارس رو اجرا کردم. کتاب نیلگونه، رازهای سینه تاریخ، نگین جادویی شعر بر انگشتر مینایی ایران. گهواره رویای مرواری، ای مأمن و مهد دلیران، قدمگاه غرور پارس، نماد فخر آورد خون در رگهای ایران شهر، از مشرق تاریخ تا امروز. نشان سرزمین پارس، خلیج فارس، خلیج فارس، درفش تا ابد در اهتزاز به اسم ما خلیج فارس. در مورد اونهای دیگه مثلا باز در یک مقطعی قرار داشتیم که دیدم که من واقعا جیگرم سوخت. هنرمندای خیلی خوب مثل آقای حیدری، مثل آقای شهرام فسانزاده، مثل تورج نگهبانها و
و فرید زلانتا، همه اینا و خواننده های خیلی خوبمون کوچ کردن و رفتن. 100% میدونم که اونها هم در اون مملکت در غربت اصلا راضی نیستن، ولی چاره ای نداشتن جز این که برن. ولی من با همه مشکلات، با همه این دشواری ها، با همه این بستگی ها، با همه این دلتنگی ها و ناملایماتی که در این مملکت داشتیم موندم و اینو خوندم. اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسوده پا را دوست دارم. من این فرسوده پا را دوست دارم الی آخر. و اون با اون موقعیت زمانی بسیار بسیار میچسبید، برای من دلچسب بود که اینو بگم و به گوش همه دنیا برسونم، تا به اینکه یه روزی یک کلامی رو از خود آقای مشیری من در اینستاگرام دیدم و ایشون گفتن که خب در یک از ایالت‌های آمریکا بودن، بعد دوستی بهشون پیشنهاد کرده بود که این مملکت دیگه به درد نمیخوره، شما باید برگردی برای ملت ایران بازم شعرهای زیبا و میهنی بخونی، که من خودم هم یکی بهار را باور کن و از ایشون خوندم و برای من بزرگترین رزومه کاریه. خیلی اینجا از محمد شمس هم تشکر بکنم. اما شعرشو که خوندن، واقعیت اینه که یه دخترکی هم این شعر رو خوند که رسانه شما مرتب اینو پخش میکرد، که من یه دفعه تکون خوردم. یعنی واقعا قلبم میگرفت وقتی شعر رو چندین بار، چون من عادت دارم که چندین بار کار گوش کنم تا به جانم بشینه. قلبم به درد اومد. به همین دلیل اومدم این شعر رو پیشنهاد کردم که بهزاد عبدی عزیز که یکی از موسیقی‌های بسیار خوب ما هستن تو کار اجرا و تنظیم، برای من اینو آهنگ بذارن و تنظیم بکنن، که بعد از تنظیم خوشبختانه یک کار ارزشمند و خوبی در اومد که من فکر میکنم که اگر شما دوست داشته باشید این رو پخش بکنید و به گوش همه هموطنان خارج از کشور و داخل کشور برسونید، چون میدونم که رسانه شما بسیار پربیننده هستش. و این جا فهمیدم که این عده‌ای که کوچ کردن و باز دارن میرن و فرار میکنن از ناملایمات مملکت و اقامت، یعنی توانایی اقامت رو ندارن. من اینجا گفتم که من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم. یعنی من اگر جای اون شاعر بودم، اگر منم شاعر بودم همین شعر رو می‌سرودم و میگفتم که من اینجا ریشه در خاکم. بله خیلی ممنونم. پس با هم این ترانه رو گوش میدیم و دوباره برمیگردیم به خدمت شما.
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرده است، غم این ناب سامانی همه تو شد، توانت را ز تن برده است. تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است. تو را با برگ این چمن پیوند پنهان است. تو را این ابر ظلمت گستر بیرحم بیماران، تو را این خشک سالی های پی در پی، تو را از نیمه ره برگشتن یاران، تو را تزویر غمخواران ز پا افکن. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک گر آلوده یا پاکم. من اینجا تا نفس باقیست میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم. من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل بر میافشانم. من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت. من اینجا ریشه در خاک. سوال دیگه ای که ازتون دارم درباره بازخوانی تصانیف قدیمیه که در فهرست فعالیت‌های سالهای اخیر شما هم بسیار پررنگ و مشهوده. این بازخوانی‌ها که با توجه به قدرت صداتون بسیار هم درخشان اجرا شدن رو با چه رویکرد و انگیزه‌ای انجام دادین؟ خدمتتون عرض کردم وقتی که من این ترانه‌ها رو میشنیدم راستش آرزو میکردم که کاش، البته در زمان نوجوانی آرزو میکردم کاش مثلا این ترانه رو من میتونستم بخونم، اجازه داشتم بخونم یا به من میدادن میخوندم. و وقتی که تو این شرایط فعلی مسئولیت یک هنرمند رو من بهش پی بردم که هنرمندان باید و این مسئولیت رو قبول کنم بعد از 30 سال این کارهای قدیمی رو به گوش نسل جدید برسونن و اینکه اجرا بکنن که از بین نره، فراموش نشه. به همین دلیل تک تک اومدم این کارا رو بازخوانی کردم. یکی از اونها اگر اجازه بدید من یکی از عزیزانی که در این رسانه شما بسیار برای من شخصیت بالایی دارن و از جهت هم از هر جهت، از جهت هنری و از نظر عقیدتی خیلی دلبسته، یه روز به من گفتن که من دلبسته ماهورم.
و الان من بخوام از شما اجازه بگیرم که این ماهور استاد تجویدی رو براتون یک کوچولو، با اینکه خیلی آمادگی حنجره‌ای ندارم ولی خب تقدیم میکنم به این عزیزی که برای من خیلی خیلی قابل احترامه. خواهش میکنم. البته خب میگم شرایط و امکانات در شأن صدای شما نیست، ولی خب خواهش میکنم، خوشحال میشیم. خب نداره، شما بعدا از اصل اورژینال اجرا هم خواهش میکنم استفاده بکنید، ولی این صرفا به خاطر ارادتیه که میخوام ابراز بکنم. خواهش میکنم. یک نگه کرد و گذشت، یک نگه کرد و گذشت، منو نشناخته بود، منو نشناخته بود، آخه رنج و غم و درد کارمو ساخته بود، کارمو ساخته بود. اون که از شاخه منو با سنگ غم انداخته بود، اون که بر جان و دلم مثل سرمای خزان تاخته بود، منو نشناخته بود، منو نشناخته بود، آخه رنج و غم و درد کارمو ساخته بود، کارمو ساخته بود. آینه من شکسته چرا به چهره غبارم نشسته، چرا مرا ای دل من دعا کن، مرا ای دل من دعا کن. آمد زمان اسیری من که گوید سلامی به پیری من، مرا ای جوانی صدا کن، مرا ای جوانی صدا کن. زمان لحظه لحظه شود ماه و سالی، زمانی بخوابی دمی با خیالی، به آسوده بودن ولی کو مجالی، اگر عمر نوحی که باشد محالی. خیلی خیلی ممنون. بسیار لذت بردیم ما با این امکانات کم و امکانات ضبط بسیار محدود. خیلی خیلی لذت بردیم. خیلی ممنونم از لطفتون. و به روح استاد معینی کرمانشاهی شاد باشه. این شعر مال ایشون بود، دومی اسمش از سلام به پیری، آخرین سروده ترانه استاد معینی کرمانشاهی با آهنگ فضلالله توکل، و اولی آهنگ از استاد علی تجویدی و شعر بیژن ترقی که این مصداق داره در مورد زندگی خودشون که میگه یه روزی توی پارک نشسته بودم، یه خانمی اومد رد شد، من یک نگه کردم بهش و اونم همینطور رفت و وقتی برگشت چند قدم برگشت دوباره به یاد من و به یاد جوانی هام انداخت که این خانم و من به هم تعلق خاطر داشتیم و الان داریم هر دوتاشون حسرت میخوردن که آقای بیژن ترقی میان منزل و بلافاصله این شعر رو میسراین و زنگ میزنن به استاد تجویدی و این کار بسیار زیبا به نام منو نشناخته بود. حالا هر وقت شما فرصت کردین اصلش رو میتونین بذارین و اون دومی هم سلام به پیری.
گذشت، یک نگه کرد و گذشت، منو نشناخته بود، منو نشناخته بود، آخه رنج و غم و درد کارمو ساخته بود، کارمو ساخته بود. اون که از شاخه عمر منو با سنگ غم انداخته بود، اون که بر جان و دلم مثل سرمای خزان تاخته بود، منو نشناخته بود، منو نشناخته بود، آخه رنج و غم و درد کارمو ساخته بود، کارمو ساخته بود. یاد یک خاطر یک عمر تباه مثل آن دامنش را بگیره، شد قدم ها کوتاه رو به من کرد نگاهی، چه نگاه، رنگ و رویم چو بدید رنگشو باخته بود، رنگشو باخته بود. یک نگه کرد و گذشت، یک نگه کرد و گذشت، منو نشناخته بود، منو نشناخته بود، آخه رنج و غم و درد کارمو ساخته بود، کارمو ساخته بود. اون که از شاخه عمر منو با سنگ غم انداخته بود، اون که بر جان دلم مثل سرمای خزان